سلام به همگی. ما همیشه سعی می‌کنیم بازارهای مالی رو با مدل‌ها بفهمیم، درسته؟ ولی یه سوال مهم اینجاست. چرا این مدل‌ها اینقدر راحت بزرگترین اتفاقات بازار، یعنی سقوط‌های ناگهانی رو اشتباه پیش بینی می‌کنن؟ توی این بررسی می‌خوایم ببینیم چرا ابزار آماری محبوب همه، یعنی منحنی زنگوله‌ای، به درد این کار نمی‌خوره و چه ابزار بهتری برای این کار وجود داره. این یه سوال خیلی اساسیه، نه؟ هممون داستان سقوط‌های ناگهانی بازار یا جهش‌های غیرمنتظره رو شنیدیم. اتفاقاتی که انگار هیچ وقت توی مدل‌های استاندارد پیش بینی نمیشن. خب، دلیلش دقیقاً توی قلب همون ابزاریه که خیلی از ما میشناسیمش و بهش اعتماد داریم. بله، منظورم همون منحنی زنگوله‌ای معروفه یا توزیع نرمال. این مدل توی خیلی از زمینه‌ها عالی و کاربردیه، اما یه نقطه کور بزرگ داره، مخصوصا وقتی پای مسائل مالی وسط باشه. خب، بیایید این دوتا رو کنار هم ببینیم. سمت چپ منحنی زنگوله‌ای کلاسیک رو داریم. دقت کنید که دنباله‌هاش چقدر سریع به صفر میرسن. این مدل داره به ما میگه که اتفاقات خیلی بزرگ، چه سودهای کلان و چه ضررهای هنگفت، تقریباً غیر ممکنن. اما حالا یه نگاه به سمت راست بندازید که بازده واقعی S&P 500 رو نشون میده. میبینید دنباله‌ها چقدر ضخیم‌تر یا به اصطلاح چاق‌تر هستن؟ این یعنی اتفاقات شدید خیلی بیشتر از اون چیزی که منحنی زنگوله‌ای فکر میکنه رخ میدن. و کل داستان همینه. به این مشکل میگن دنباله‌های چاق. این اصطلاح خیلی ساده، یعنی رویدادهای شدید توی دنیای واقعی خیلی محتمل‌تر از پیشبینی مدل هستن. همین دنباله‌های چاق جایی هستن که سقوط‌ها و جهش‌های بزرگ بازار قایم شدن. و وقتی مدل شما اینها رو نمیبینه، شما در برابر ریسک‌های عظیمی قرار میگیرید. اما خوشبختانه ریاضیدان‌های ابزار خیلی قوی‌تر ساختن. بیایید با یه راه حل خیلی انعطاف پذیرتر آشنا بشیم. توزیع نرمال تعمیم یافته یا به اختصار GND. حالا GND چیه؟ فکر کنید یه جور نسخه پیشرفته و آپگرید شده از همون منحنی زنگوله‌ایه. این مدل منحنی زنگوله‌ای رو فقط یه حالت خاص از خودش میدونه، اما یه سری پیچ تنظیم اضافی داره که به ما اجازه میده شکلش رو عوض کنیم تا خیلی بهتر با داده‌های دنیای واقعی جور در بیاد. اینها همون سه تا پیچ تنظیم ما هستن. پارامتر M مثل پیچ تنظیم موقعیته. با چرخوندنش کل منحنی رو به چپ یا راست میبرید. پارامتر A پیچ تنظیم پراکندگیه. باهاش میتونید منحنی رو پهن‌تر و کوتاه‌تر یا باریک‌تر و بلندتر کنید. اما پارامتر جادویی که مشکل ما رو حل میکنه B هست. این پیچ تنظیم شکله. دقیقاً همینه که به ما اجازه میده چاقی دنباله‌ها رو تنظیم کنیم و مدل رو با واقعیت هماهنگ کنیم. خب، بیایید یکم عمیق‌تر بشیم و ببینیم این پارامتر B که شکل را عوض میکنه دقیقاً چی کار میکنه، چون این همون چیزیه که به ما قدرت مدل سازی اتفاقات بزرگ رو میده. نکته واقعاً جالبش اینجاست. پارامتر B به ما کنترل مستقیم روی چیزی به اسم کشیدگی یا کرتوسیس رو میده. اصلا نگران این اصطلاح فنی نباشید. کشیدگی فقط یه روش برای اندازه‌گیری اینه که قله نمودار چقدر تیزه و دنباله‌هاش چقدر چاق هستن. با تنظیم B ما میتونیم کشیدگی مدلمون رو دقیقاً با کشیدگی داده‌های واقعی بازار یکی کنیم و این کلید موفقیته. بیایید چند تا مثال ببینیم. اگه B رو روی 3 تنظیم کنیم کشیدگی اضافی منفی میگیریم. یعنی چی؟ یعنی دنباله‌ها حتی از منحنی زنگوله‌ای استاندارد هم باریک‌تر میشن و احتمال اتفاقات بزرگ رو کمتر پیش بینی میکنن. حالا اگه B رو بذاریم روی 2 چی؟ بوم! دقیقاً خود منحنی زنگوله‌ای نرمال کلاسیک رو ساختیم. کشیدگی اضافی 0. این نشون میده که توزیع نرمال فقط یه حالت خاص از این خانواده بزرگتر و انعطاف پذیرتره. و اینجا همون جاییه که جادو اتفاق میفته. وقتی B رو تا 1 پایین میاریم، کشیدگی اضافی مثبت میشه. دنباله‌ها چاق میشن و این به ما اجازه میده که فرکانس بالاتر اتفاقات شدید، همونایی که توی داده‌های واقعی بازار سهام میبینیم رو به درستی مدل کنیم. این دقیقاً همون چیزی بود که دنبالش بودیم. شاید بپرسید از نظر ریاضی چین همه انعطاف پذیری رو ممکن میکنه؟ جوابش یه موتور ریاضی قدرتمنده به اسم تابع گاما. لازم نیست درگیر جزئیاتش بشید. فقط این رو بدونید که این تابع به ما اجازه میده پارامتر B رو به طور پیوسته تغییر بدیم و شکل‌های مختلف از منحنی‌های نوک تیز گرفته تا صاف ایجاد کنیم.
این همون چیزیه که به پیچ تنظیم شکل ما قدرت میده. خیلی خوب، حالا که این ابزار خفن رو داریم وقتشه که تنظیمش کنیم. ما باید پارامترهای GND رو طوری کالیبره کنیم که دقیقاً با داده‌های واقعی بازده روزانه S&P 500 جور در بیاد. فرایندی که برای این کار استفاده می‌کنیم اسمش روش گشتاورهاست. بازم نگران اسمش نباشید. ایدهش خیلی ساده است. ما پارامترهای مدلمون یعنی M و A و B رو اونقدر تغییر میدیم تا ویژگی‌های آماری اصلیش مثل میانه، واریانس و کشیدگی دقیقاً با همون ویژگی‌ها توی داده‌های واقعی ما یکی بشن. این فرایند 3 تا قدم ساده داره. قدم اول از مهمترین بخش شروع می‌کنیم، شکل. ما پیچ تنظیم شکل یعنی B رو اونقدر میچرخونیم تا کشیدگی مدلمون دقیقاً با کشیدگی 3.83 که توی داده‌های واقعی S&P 500 دیدیم یکی بشه. این کار به ما مقدار B برابر با 0.92 رو میده. قدم دوم، حالا که شکل درست شد، عرض رو تنظیم می‌کنیم. با استفاده از همون B که پیدا کردیم، A رو طوری حساب می‌کنیم که پراکندگی مدل با پراکندگی داده‌ها برابر بشه. این مقدار میشه 0.51%. و قدم سوم، مرکز رو تنظیم می‌کنیم. خیلی ساده، M رو برابر با میانه داده‌ها قرار میدیم تا منحنیمون دقیقاً سر جای درستش قرار بگیره. و حالا میرسیم به لحظه هیجان انگیز ماجرا. ما مدلمون رو ساختیم و با داده‌های واقعی تنظیمش کردیم. بیایید ببینیم چقدر خوب کار میکنه. خب، مدل GND ما آماده و کالیبره شده. تمام پیچ‌های تنظیمش برای بازتاب رفتار S&P 500 ست شدن. سوال بزرگ اینه، آیا واقعاً کار میکنه؟ و جواب به طرز شگفت‌انگیزی خوبه. این یه نقل قول مستقیم از منبع اصلی این تحلیله. این جمله روی موفقیت فوق‌العاده مدل تاکید میکنه، مخصوصاً توی پیشبینی اتفاقات منفی شدید، یعنی دنباله چپ نمودار که نشون دهنده سقوط‌های بازاره. دقیقاً همون نقطه‌ای که منحنی زنگوله استاندارد کم میاره. و این تصویر خودش همه چیز رو میگه. به این نگاه کنید، خط خاکستری مدل GND کالیبره شده ماست و اون یکی هم داده‌های واقعی S&P 500. اونها تقریباً مو به مو روی هم افتادن. از شدیدترین سقوط‌ها تو سمت چپ گرفته تا بزرگترین جاهش‌ها تو سمت راست، مدل ما واقعیت رو به طرز باور نکردنی نشون میده. این یه انطباق فوق‌العاده است. خب، درسی که از این تحلیل میگیریم چیه؟ اینه که نباید از مدل‌هایی که یکم پیچیده‌ترن بترسیم. با تعمیم دادن یه ابزار ساده مثل منحنی زنگوله‌ای به چیزی انعطاف پذیرتر مثل GND، ما به درک خیلی دقیق‌تر و مفیدتری از واقعیت میرسیم. و این ما رو به یه سوال نهایی میرسونه که میخوام شما رو باهاش تنها بذارم. این اصل فقط برای مسائل مالی نیست. به دنیای اطرافتون فکر کنید. چه مدل‌های ساده شده دیگه‌ای توی علم، اقتصاد یا حتی زندگی روزمره ما وجود داره که با یه آپگرید کوچیک میتونن تصویر خیلی بهتری از واقعیت پیچیده دنیای ما نشون بدن. ممنون که با من همراه بودید.